خیلی کم شده که بیناکار برابر بنیاد بنا همزمان راه را تخت انوار و منفرش کرده باشد. اهل زحمت جمعیت سهامی اصل با رهبری سعدالله عنایتوف از همین قبیل دلباختگان کسب و آبادگران پنجگانی بوستانی می باشند که امروزها وابسته به وظیفه‌گزاری‌های رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجگین با مقصد سزاوار استقبال گرفتن سالگرد نوبتی استقلالیت و 5,500 سالگی سرزمین باستان و منفرش نمودن کوچه باربد مروزی شهر مشغولند. من دیرکتور جمعیت سهامی شده اصل اینوال سعدالله. ما با مناسبت جشن 5500 سالگی 500 سالگی سرزمین باستان و 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان بی‌طرف نیستیم و هم کارهای آبادانی را اجرا کرده شدگیم. حاضر من کارخانه ما در کوچه باربد مروزی اسفالت پوشخانه راه کرده شدگیم. باز روز گذشته نزد بیمارخانه مرکزی را اسفالت گرفتیم. اکنون با در نقشه هست که روزهای نزدیک اسفالت پوش کردن راهی از مکتب 29 تا کوچه سوی مصرک کوچه پایین همون رو اسفالت پوش کردن با نقشه داریم. مقصد ما با تحفه ارزنده با مهنت حلال پیشواز گرفتن این جشن‌های بزرگ تاجیکستان عزیز ما. یار اهل باشد کار سخت گفتن در عرفیت. با زحمت هر یک کارگر جمعیت سهامی اصل نگریسته همین دکمه خلقی به خاطر آمد، زیرا از تلاش متشکلی مشکل ناپسندی و مهمتر است اما مهر به تاجیکستان آنها را گرد هم آورده و امروز آبادکاری می نمایند. من منصور مولان امروز خوشبختانه من در این انشاءات جشنی در راههای شهرمان خدمت کرده شایسته خدمت‌های خود کردیم. من با مهنت‌های حلالمان آباد کرده شدیم. من با تشبث همکارانمان هم ما دست جمعانه خرسند من شهرام آباد کرده شدیم. من با جشن ما پیشنهاد گرفته چی کاری که باشد دست ما تا میبیاد وطنمون و شهر عزیزمون و خدمتمون میکنیم. در کاری منفرش نمودن راه اینجا از تکنیک‌های زمانوی استفاده می‌برند و پای میبرید و خوب درک می‌سازید که تکنیک مشکل کشا برای آبادگران جمعیت سهامی از بود و هست و مذهبی متشکلی آنها را از غلبه مهنتی به غلبه مهنتی دیگر میبرد.